انویدیا یه آپدیت واسه کارت گرافیکای سری 20 به بالا منتشر کرده به اسم سوپر رزولوشن. سلام، من سانا بختیاری ام. اینجا کانال منو. خوشحال میشم تو کانالم سابسکرایب کنید. یه مدتی بود وارد یوتیوب که میشدم، خب من با وای فای خونه وصلم و سرعت زیادی نداره، اما میدیدم سیستمم رو حالت توربو قرار میگیره، فنای لپتاپ شروع میکرد به سر و صدا کردن، با اینکه کیفیت ویدیو رو من رو 480 تنظیم کرده بودم به خاطر سرعت نت پایین، اما خروجی یه چیزی حدود کیفیت 1080 به من تحویل میداد یوتیوب. تو وهله اول من در مورد اون حالت توربو لپتاپ و اون صدای فنا میگفتم خدایا این یوتیوب مگه چقدر سنگینه، مگه چه عملی داره تو سیستم من انجام میشه که این سیستم انقدر با خودش فشار میاره. من قبلا هم از یوتیوب رو سیستم‌های سبک‌تر رو همین سیستم استفاده کردم، حتی چون من چند ساعت در طول روز یوتیوب استفاده میکنم، حتی دیگه حس میکردم کم کم این روند ادامه پیدا کنه، باعث میشه سیستم من بترکه، چون کلا سیستم رو حالت توربو بود. از طرف یه چیزی دیگری که درک نمیکردم اون کیفیت ویدیویی بود که با سرعت پایین، با اینکه من رو 480 تنظیم کرده بودم، یه چیز تقریبا در حد 1080 یا حالا 720 بهم خروجی میداد. تا رسیدم به اصل قضیه و این خبر آپدیت انویدیا با این آپدیتی که منتشر کرده، بدون دسترسی به اینترنت و بدون استفاده از هیچ ابزار خاصی تو ویندوز و کار خاصی بخواید بکنید، خودش به صورت اتوماتیک کیفیت ویدیوهاتون افزایش میده. این ویژگی قبلا مختص مثلا مرورگرای مثل کروم بود، فقط مثلا توی سرویس‌های اشتراک آنلاین مثل یوتیوب اینا شما میتونستید این ویژگی رو داشته باشید، اما با آخرین آپدیتی که همین چند روز پیش انویدیا داد، این ویژگی کلا به همه بخش‌های ویندوز منتقل شده. اما قبل از استفاده از این ویژگی 3 تا نکته است که شما باید بهش توجه بکنید. 1. مدل کارت گرافیکتون باید جزء سری‌های 2000 به بالا باشه، یعنی دو عدد اولش با 20 شروع بشه. مثلا گرافیک 2040 3060 4050 خود من اینا این آپدیت رو میگیرن سری‌های 2000 به بالا. نکته دوم، باید درایورهای کارت گرافیکتون رو با آخرین نسخه آپدیت کنید. حالا چه این کار از طریق نرم افزار جیفورس اکسپریانس انجام بدید که من خودم این کارو میکنم، چه از طریقای دیگه باید با آخرین نسخه درایور کارت گرافیکتون رو آپدیت بکنید. نکته سوم، باید تنظیمات ریزی رو تو انویدیا کنترل پنل سیستمتون فعال بکنید تا این ویژگی واسهتون کار بکنه. الان میریم تو سیستم بهتون نشون میدم. خب رو صفحه اصلی سیستممون کلیک راست میکنیم، وارد انویدیا کنترل پنل میشیم. از اون قسمت آخر این گزینه‌ای که دارم بهتون نشون میدم روشن بکنید، تیک گزینه سوپر رزولوشن رو بزنید و اون عدد رو روی 4 بذارید تا این کارو به بهترین نحو واسهتون انجام بده. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه بودید. اگه ویدیو واسهتون مفید بود یه لایک بزنید پاش واسم، خیلی مخلصیم. تمام.